در روزهای اخیر فرقه‌ای به نام شیرازی‌ها تحت اشراف شخصی به نام صادق شیرازی به غوغاسالاری پرداختند و با حمایت رسانه‌های غربی قصد ایجاد جنجال را در سر می‌پروراندند. برخلاف تصور رایج، نسب صادق شیرازی به میرزای شیرازی بزرگ صاحب فتوای تحریم تنباکو نمی‌رسد. شیرازی‌ها فرزندان برادر میرزای شیرازی هستند که بعد از انقلاب با هجرت از عراق به ایران در شهر قم ساکن شدند. صادق شیرازی بعد از فوت برادرش سید محمد شیرازی در سال 1380 به یکباره بدون داشتن درجه علمی و تأییدیه‌ای از علما برای خود مرجعیتی خود ساخته تراشید که از همان ابتدا توسط رسانه‌هایی که مرکز آنها در انگلیس بود تبلیغ می‌شد و هیچگاه مورد تایید مراجع و علمای قم و نجف قرار نگرفت. جلسات درس خارج فقه مرجعیت شیعه آیت الله العظمی شیرازی مدظله آغاز شد. بیش از 25 شبکه ماهواره‌ای تلویزیونی و رادیویی با موضوعات دینی و مذهبی به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی، ترکی و اردو زیر نظر دفتر شیرازی فعالیت می کنند. رویکرد تمامی این شبکه‌ها رپورتاژ سنگین جهت مرجع سازی صادق شیرازی است. توی آیت الله عظمای حق که بر باطلین پشت پا میزنی. موضوع قابل تأمل درباره این شبکه‌ها تأمین هزینه بسیار بالای آنهاست. به راستی صادق شیرازی که با مرجعیت خود ساختش نسبت به مراجع شیعه مقلدی ندارد، چگونه میتواند ماهانه هزینه این تعداد شبکه ماهواره‌ای و دفاتر متعدد در کشورهای مختلف را تأمین کند؟ شبکه‌هایی که 24 ساعته در حال پخش هستند و کوچکترین تبلیغات و آگهی تلویزیونی ندارند و تأمین هزینه آنها گاهی از عهده بعضی دولت‌ها هم بر نمی آید. نکته قابل تأمل دیگر محتوای این شبکه هاست. چرا باید خون جاری بشه، درد بگیره سرش، باد کنه سرش. تحول هذا المفهوم اللي أقدس المقدسات التطبير شعائر الحسين. شعائر الحسين قدسيته مو أقل من ضريح الحسين ولا من جسم الحسين. به راستی چرا آنچه که صادق شیرازی و رسانه‌های او دنبال می‌کنند مورد مخالفت سریع علما، بزرگان و نخبگان جهان اسلام بوده و از سوی دیگر حمایت کشورهای غربی از جمله انگلیس را به دنبال دارد؟ در اینجا چند سوال به ذهن میرسد که در ادامه به آنها میپردازیم. هدف این شبکه‌ها از فحاشی، حطاکی و توهین به مقدسات اهل سنت چیست؟ میگه ما نباید سب بکنیم. کجا قرآن گفته ما نباید سب بکنیم؟ هذه الطائفة لا قيمة لها لا تسبها فقط. يقول وأكثروا من سبهم لا تسبه فقط أكثر من سبه. چرا این شبکه‌ها اصرار به جایگزین کردن هفته براءت به جای هفته وحدت دارند؟ اتحاد اسلامی کو یک گام پیشرفت اتحاد اسلامی نه. ترکه امام حسین علیه السلام شورای سیاست گذاریش اومد این هفته رو به نام هفته براءت نامگذاری کرد. در شرایطی که هر انسان سلیم النفسی با هر دین و آیین و مسلکی جنایات یمن، بحرین، نیجریه، فلسطین و سوریه را محکوم می کند، به راستی چرا جریان شیرازی در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی، رژیم آل سعود، آمریکا و انگلیس سکوت کرده است؟ ولكن أين كان هؤلاء وأمثال هؤلاء عندما كان الإسلام والمسلمون والعتبات المقدسة والشيعة والتشيع وعتبات أهل البيت عليهم السلام والحوزات العلمية وتراث أهل البيت بخطر؟ ليش ما بنشوفهم؟ ليش ما بيبينوا؟ جریانی که خود را پیرو و خونخواه مظلومیت شیعه می‌داند و دلیل توهین‌ها و اهانت‌هایش به بزرگان اهل سنت را دفاع از اهل بیت علیهم السلام می‌داند، چرا تاکنون نه تنها هیچ شهیدی
برای دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام در مقابل داعش نداشته است، بلکه مسئول رسانه‌ای سید صادق شیرازی با حضور در تلویزیون‌های متعدد انگلیسی با کمال وقاحت شهدای مدافع حرم و نیروهای جبهه مقاومت را دواعش شیعی مینامد. نکته‌ای بگیم، جمهوری اسلامی آخرین کسی هست که خودش میتونه به عنوان مدعی خودش رو معرفی بکنه و داعش شیعی رو به دنیا معرفی کرده. اخیراً شخصی به نام حسین شیرازی، فرزند و مسئول دفتر سید صادق شیرازی، در سخنانی وقیحانه بعد از توهین و لعن مرجعیت شیعه با حمله به دفاع مقدس و غیر مقدس خواندن آن شهدا و جانبازان 8 سال جنگ تحمیلی را زیر سوال برده و بدون اشاره به نام صدام مسبب جنگ را حکومت ایران می‌داند. نزاع فديوم يؤدي السجن بالملايين، يروحون قتلى وجرحى. قرار نزوة هيك نزوة تجي تركبها على كل حال، بعدين يخلي له اطارها، يسميه الدفاع المقدس. همچنین تعدادی از اعضای این فرقه پس از حمله به سفارت ایران در لندن و حتی به پرچم مقدس کشورمان و انجام این مأموریت نمایشی آزادانه در انگلیس زندگی می کنند و مشغول به توهین و حتی نسبت به مسئولین ایرانی هستند. به نظر شما با این افراد چه باید کرد؟